أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده از شماره حدیث در کتاب سنن ابو داوود 4682 می باشد و در کتاب ترمذی و سنن دارمی نیز روایت شده است. ابو هریره میگویند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهم خلقا. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که کاملترین مؤمن ها از روی ایمان این همان شخصایی که خلق و رفتارشان آدابشان بهترین باشد و بهترین شما همان شخصایی می باشد که برای زنهایتان رفتار خوب بکنید. حدیث دلالت می کند که امروز بعضی شخص ها به دیگرها سخنهای خوب می زنند و معامله و رفتار خوب می کنند، اما برای زنهایشان حتی سخن نیک نمی گویند. پیامبر میگویند که بهترین شما همان شخص است که به زنهایتان نیکی بکنید از همه جهت. درست است که زن گاهی یعنی آفرینش زن این کج می باشد، اما باید شوهر صبر بکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی در آخرهای لحظه هایی که حجۃ الوداع گفتند شما به زنهایتان نیکی بکنید، آنها آفریده شده اند از قبرغای چپ. وقتی که این قبرغای چپترین یعنی کجترین انسان همون بالویش می باشد. میگویند که وقتی که اگر شما این قبرغا رو اگر راست میخواهید که راست بکنید میشکند، اگر به حال خودش بگذارید او همیشه کج میماند. پس شما به زنهایتان به همچنان رفتار بکنید که شما عزم نکنید که او را راست میکنم گفته، بلکه وقتی که راست میکنم گفتید میشکند. وقتی که زن را به یک چیز ملازمتی سخت کردید او از عهدهش نمیبراید، زیرا چنین آفریده شده است. راست کردن او طلاق کردن او می باشد. مثلا با زن وقتی که میخواهید که او را به یک معامله رفتار خوب به سخنتان گروانید، یک دو تعریف میکنید، میگویید که اینقدر خوشرو شده استی، اخلاقت خوب است، تو معامله خوب داری. سپس آن طلبی که شما میخواهید وقتی که بیان کردید او را اجرا میکند. امروز مردها میخواهند که زنی میخواهند که 100% آداب و اخلاقی بهترین داشته باشد. هرگز یافته نمیتوانید، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که شما به زنهایتان گمان نکنید که همه از یک جهت وقتی که غمگین گشتید که زنی من چنین است، اما از یک جهت چنان خوب است که در دیگر زنها نیست. زنهایی هستند که خوراک‌های بامزه میپزند و به فرزندها تربیه فرزندها نگاه میکنند، اما زبانشان گاهی تیز است که در هنگام مثلا جدال سخنهای سخت گفته میمانند. ولی زنهایی هستند که حلیم هستند اما خوراک‌های بامزه پخته نمیتوانند. از یک جهت کامل هستند، از یک جهت کامل نیستند. بنابراین امروز میگویند که من 100% قاری باشد، عالم باشد، معامله خوب داشته باشد، این باشد وی باشد. هرگز چنین نیست. زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی در نزد پیامبر یک طبقه را حضرت عایشه شکسته بودند. حضرت زینب رضی الله عنها عابده بودند، الله رو پرستش میکردند. حتی در اتاقشان یک
نقطه بود که بر او می ایستادند و نماز می خواندند، اما زبانشان تیز بود. زنهایی بود که بعضی زنهایشان قد قامت پست داشتند اما رفتار خوب داشتند. بنابراین این پیامبر گفتند خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. بهترین شما همان زنی است که، یعنی بهترین شما همان کسی است که با اهلش بهتر باشد، معامله خوب بکند. و در اثرها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که پرسیدند که پیامبر در خانه چی کار میکردند، میگویند که کان یکون فی مهنت اهله، خدمت اهله. پیامبر وقتی که در خانه می نشستند مهنت در خدمت زنهایشان بودند. اگر در بین صحابه و در جنگ سرلشکر بودند، ناترس بودند و سخنهای با شدت میگفتند، وقتی که به خانه می در آمدند یعنی زنشان همچون خادم نبود. زن یک نقطه ای است که با هم علاقه تکاملی میگویند با اون نقطه این هدف زندگی دارد، نه اینکه یکدیگر رو تحقیر کرده کار بفرماید. بنابراین این مردهایی که زنهای خود را میزنند میکوبند، آنها در حقیقت نامرد هستند، که پیامبر میگویند که زنهایتان را مثل برده میزنید و سپس در آخری روز با آنها خفت خواب میکنید. چگونه آنها رو میزنید و سرزنش میکنید و سپس با این دل خفت خواب میکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که زنها اسیری هستند به شما، آن امانتی هستند که این امانت خیانت باید کرده نشود. او یعنی کنیزک الله هست، نه اینکه کنیزک شما است. کنیز الله هست. امت الله، نحن مایان عبدالله می باشم، بنده الله هیم. کنیزک مؤمنه بهتر است در نزد الله از مشرکه آزاد، زنی آزاد. بنابراین زنها عقلهای کوتاه دارند و نقصان در عقل دارند، نقصان در دین دارند. نقصانشان این که شهادتشان 2 برابر مرد باشد. مرد وقتی که به کسی اون قرض میدهید 2 مرد باشد یا 1 مرد و 2 زن باشد. شهادت زن یعنی مقابل مرد باید 2 زن باشد. این نقصان عقلشان می باشد. نقصانشان در دین است که وقتی که حیض می بینند آنها نماز نمی خوانند و روزه نمی گیرند از این جهت. اما بنابراین مهربانیشان عقلهایشان را پوشیده است. بنابراین زن را از جهت شفقت و رحمت اسلام از راهبر کردن منع کرده است، زیرا جزای گناهکار را دیده نمیتواند، بریدن دست را دیده نمیتواند. زنها نازک هستند، با آنها با نازکانه رفتار کرد، نرمانه رفتار کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم سر صدا میکردند زنهایشان، پیامبر صبر میکردن. بنابراین حدیث های بسیاری وارد شده است که پیامبر حتی پای افسال های خود را میدوختن. پیامبر صلی الله علیه و سلم کان یخسف نعله و یرقع ثوبه، و این چنین لباسهایشان را آن دربی هایی است که میدوختند و دیگر کارهای عملها را انجام میدادند. چرا امروز ما سنت پیامبر فقط ریش یا که مسواک داشتن و یا از دیگر یک جهت رو میگیریم و دیگر جهت رو کنار میکنیم؟ این بود درباره شخصایی که زنهایشان رو میزنند، تحقیر میکنند. آنها در حقیقت نامرد هستند، در روش پیامبر نیستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.